در این برنامه قراره که قسمت اول سریال سوبشون رو بررسی کنم و قراره یه چیزایی بگم که خودم اصلا فکرش رو نمی کردم. سلام دوستان، من آزیتا رصافی ام و به کانال میز اسکریپت خوش اومدین. بالاخره قسمت اول سریال سوبشون بعد از کلی حرف و حدیث از پلتفرم نماوا پخش شد. طرفداران کتاب و سیمین دانشور و طرفداران نرگس آبیار مشتاقانه منتظر بودن که این سریال رو ببینن، ولی به نظر من بعد از پخش قسمت اول هیچ کدوم از این دوتا گروه راضی نشدن. من خودم اصلا فکر نمی کردم که بعد از دیدن قسمت اول اینقدر توی ذوقم بخوره. بریم تا بگم چرا. میدونی که من این نقشه جغرافیات دوست دارم. سوبشون. اول چند تا چیز خوب بگم. به طور کلی ساخت سریال بر اساس یه رمانی مثل سوبشون خیلی خوبه، چون باعث ماندگاری بیشترش در تاریخ فرهنگ و هنر ایران میشه. از این نظر این سریال قابل تحسینه. موضوع دیگه این که مخاطب در اولین مواجهش با سریال میتونه بفهمه که برای این کار وقت گذاشته شده و هزینه شده. طراحی صحنه و لباس خیلی خوبه و مشخصه که وسواس و دقت وجود داشته تو این بخشا. یه چیز دیگه ای که من دوست داشتم ولی طبیعتاً کلی معترض داره و فکر میکنم به خاطر همین اعتراضا بوده که قسمت اول برای ساعاتی پخشش متوقف شد و بعدم یه سانسورای روش انجام دادن، همین ساختار شکنی توی نمایش موقعیت‌هایی که همیشه به خاطر ممیزی و سانسور غیر واقعی ساخته می شدن. اینکه ما روابط و نگاه‌های عاشقانه یا حتی اروتیک زن و شوهر رو ببینیم، اینکه مرد و زن دست هم رو بگیرن ولو از روی لباس، اینکه مردها دست زنها رو ببوسن ولو از روی دستکش، یا رقص زن و مرد رو ببینیم ولو به این شکل نصف نیمه‌ای که دیدیم، اینا خیلی خوبن و به نظرم این حرکت ها توی باز شدن فضا و در نهایت واقعی تر شدن روابط و موقعیت ها توی فیلم و سریالامون خیلی موثرن و به نظر من اینجا خیلی حرکت شجاعانه‌ای بوده و قابل تحسینه واقعا. خانم آبیار بسیار وفادار بوده به اصل کتاب که این میتونست خوب باشه، ولی به نظر من به نقطه ضعف کار تبدیل شده و باعث شده که ریتم کار به شدت کند و خسته کننده بشه. جلوتر این موضوع رو بیشتر باز میکنم. خب بریم سراغ این که چرا توی ذوقم خورد. اول از مشکلات فنی شروع میکنم. در مورد صداگذاری بعضی از دوستانم میگفتن که صداگذاری بد بوده. به نظرم یکم بی‌انصافی کردن. بد نیست، افتضاحه. اصلا یکم عجیبه صداگذاری. من اصلا فکر نمی کردم که اینقدر به استانداردها بی توجه باشن. صدا یه جایی که باید لولش بالا باشه پایینه، یه جایی که باید لولش پایین باشه بالاست. خیلی آشفته از صدای سریال. بذارید من مثال بزنم براتون. یه جایی هست که توی اتاق عقد یوسف داره حرف میزنه، یه جملاتی در مورد ظلم حاکم میگه. اونجا صداش به سختی شنیده میشه چون صدای جماعت که دارن آواز یار مبارک میخونن خیلی بالا شنیده میشه. گوسالا نگاه چطور دست میل غضبشون رو بوس میکنن. یه کمی دیگه مهرنگیز میاد با زری حرف بزنه، همون فضاست، یعنی همون جایی که ما صدای یوسف رو به سختی میشنیدیم، ولی اینجا صدای جمعیت کمتره. چرا؟ خب مگه هنوز تو اتاق عقد نیستیم؟ به خودش رحم نمی‌کنی به تو سه تا بچه‌هات رحم کنه. یه کمی جلوتر صدای جمعیت کمه، دیالوگ بازیگرا تموم شده و یه پلانی میبینیم که جمعیت و خواننده که در بینشونه رو در حال آواز خوندن نشون میده. صدا همچنان کمه. خب ما الان داریم پلان مستقیم میبینیم، باید صدا رو با لول بالاتری بشنویم طبیعتا. یه اتفاق عجیب دیگه هم بعد از اون دیالوگ یوسف افتاد. یهو صدای جمعیت قطع میشه و ما صدای پچ پچ چند تا زن رو میشنویم. از زاویه دید کی صدا کم میشه؟ حتما توی فیلم ها و سریال ها دیدین که یکی از کاراکترها مثلا به فکر فرو میره یا حالش بد میشه یا یه چیزی شبیه به این و صدا از زاویه دید اون کم یا محو میشه و کارکردش در اون شرایط منطقیه، ولی ما اینجا اصلا نمیدونیم که از دید کی این صدا داره قطع میشه. خیلی از این نمونه ها زیاد بود تو این قسمت. یه بخشایی هم که به نظر میومد بعداً دوبله شده مثل انگلیسی حرف زدن زری و مکماهون، اونا هم توی ذوق میزد یه مقدار. بریم سراغ فیلم برداری. کل این قسمت دوربین روی دسته. اول اینکه
چرا؟ خب ممکنه گفته بشه که قرار بوده یه جور تشنج و ناآرامی رو به مخاطب منتقل کنه که حالا به نظر من اینجا کارکردش درست نیست، ولی خب قبول. خب این تکنیک دوربین روی دست چرا انقدر شلخته و بی برنامه است؟ واقعا یه جاهایی مخاطب رو اذیت میکنه. چرا دوربین باید این همه حرکات اضافه و برو بیا داشته باشه؟ این آشفتگی دوربین خیلی هم زیاده و مخاطب رو آزار میده. به نظر میاد تکنیک دوربین روی دست برای صرفه‌جویی در وقت و هزینه بوده. طبیعتا خیلی راحت تره که همه چیز رو مثل صحنه تئاتر بچینی و دوربینم توی لوکیشن و بین آدما بی هدف برای خودش بچرخه تا اینکه وقایع رو بخوای پلان به پلان تصویر بگیری. تیتراژ رو من دوست داشتم. روی یه سری تصاویر انیمیشنی صدای بهنوش طباطبایی رو میشنویم که انگار داره قصه میگه که بخش عمده‌اش رو از روایت خلقت انسان از عهد عتیق وام گرفته. بعد از این تیتراژ با یک لانگتک یا برداشت طولانی ورود زری و یوسف رو میبینیم که به نظرم خیلی خوب بود این برداشت بلند، تا اینکه در نهایت میخوره به یه پلان هوایی. خب چرا؟ من خیلی دیدم که کارگردان‌های ما جای درست استفاده از پلان هوایی رو نمیدونن، ولی فکر نمی‌کردم که نرگس آبیار همین کارو بکنه. پلان هوایی مال وقتیه که دیگه مثلا می‌خوایم از اون محیط دور بشیم، نه اینکه تازه داریم میریم داخل مهمونی. حالا اگر از پلان هوایی استفاده کردیم حداقل دیگه باید محوطه بیرونی رو نبینیم دیگه و بریم داخل، ولی اینجا تو همون فضا از پلان هوایی کات میخوره به کلوزآپ مریم سعادت. خیلی به نظرم عجیب بود. سکانس ها خیلی طولانی هستند و واقعا آدم رو خسته میکنن. من خیلی جاها به خودم میگفتم چرا تموم نمیشه این بخش. مثلا اون سکانس رقصی که افسران خارجی میان و زنای متأهل رو به رقص دعوت میکنن، خب رقص رو هم قراره ببینیم هم به خاطر ممیزی نبینیم، داریم یه چیز نصف نیمه ای از رقص میبینیم. چرا انقدر طولانیه؟ یعنی حتی ما اگه رقصای زیبا و کامل رو میدیدیم، حتی بدون این تکنیک ها که الان برای دور زدن ممیزی استفاده کردن، بازم طولانی بود. این سکانس های طولانی اصلا چه کمکی به مخاطب میکنه غیر از اینکه خستش میکنه و ریتم رو کند میکنه. فکر میکنم مشکل نرگس آبیار این بوده که میخواسته خیلی به جزئیات داستان وفادار باشه و به ازای هر خط کتاب یه سکانس چند دقیقه‌ای ساخته. من یادم نمیاد اصلا یک همچین کارگردانی، نمیدونم چه واژه‌ای رو به کار ببرم، ولی همچین کارگردانی شلخته‌ای از نرگس آبیار دیده باشم. من همیشه از طرفداران خانم آبیار بودم، خصوصا توی کارگردانی، که اگه دوتا ویدئوی قبلی منو که حالا لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم و در مورد سریال‌های بامداد خمار و همین صحبتشون به صورت کلی صحبت کرده بودم، اینو گفته بودم. روی بعضی از فیلمنامه‌های نرگس آبیار مثل نفس حرف داشتم، ولی توی فضاسازی و کارگردانی خیلی خوب بود همیشه. من واقعا نمیدونم اینجا چه اتفاقی افتاده و اصلا توقع نداشتم که امروز بخوام در مورد این چیزهای ساده و ابتدایی و فنی صحبت کنم. فکر میکردم بعد از دیدن قسمت اول میام و مثلا در مورد مقایسه تطبیقی سریال با کتاب حرف میزنم یا تحلیل اجتماعی میکنم یا یه چیزایی شبیه به این، ولی این قسمت اول اصلا هیچ جایی برای این حرفا برام باقی نگذاشت. اگه بخوام منصف باشم باید بگم تنها بخشی که من از این قسمت اول دوست داشتم فلاش بک ها بود. به نظرم تنها بخشی که رد پای کارگردانی نرگس آبیار رو تونستم توش ببینم فلاش بک های این قسمت بود. خیلی خوب ساخته شده بود. البته یه جای دیگه هم تو اون بلبشوی زمان حال بود که خوب بود به نظرم، اونم بخشی که مربوط میشد به گوشواره های زمرد. اون تاکید و فضاسازی رو دوست داشتم. ولی کل سکانس عروسی درسته که خیلی جزئیات خوبی داشت، ولی به نظرم خیلی آشفته و آزاردهنده بود. عروسی که تموم شد من یه نفس راحت کشیدم، از بس که سر و صدا زیاد بود و همه چیز خیلی در هم و بر هم بود. دو تا انیمیشن دیدیم توی قسمت اول که یکیش همونی بود که توی تیتراژ می‌بینیم و گفتم خوب بود و کارکردش هم درست بود. ولی انیمیشن دوم که قصه یه که مک ماهون عکاس داره برای یوسف و زری در مورد مینا تعریف میکنه، با وجود کیفیت خوب خود انیمیشن آدم رو از داستان جدا میکنه و در کنار بقیه بخشا ریتم رو به شدت کند میکنه. توی بحث روایت داستان هم به نظرم نرگس آبیار خوب عمل نکرده. به این فکر میکردم کسی که کتاب رو نخونده چی دستگیرش شد. آدم ها رو نمیشناسیم توی این سریال،
کسی که کتاب رو خونده میگه آها این فلانیه یا اون فلانیه، بالاخره یه بک‌گراند و هیستوری از این آدما داره. ولی برای مخاطب سریال آدم‌ها هم خوب تعریف نشدن متاسفانه. دیالوگ‌هایی که توی کتاب هست روی شخصیت‌ها میشینه و مخاطب رو با خودش همراه میکنه، ولی اینجا بیشتر حالت شعار زده پیدا کرده و بیشتر به بیانیه سیاسی شبیه میشن. دلیلش هم اینه که آدما رو گفتم درست نمیشناسیم. ولی یه مشکل بزرگی که به نظرم اینجا توی بحث روایت وجود داره، انتخاب زری به عنوان راوی اول شخصه. توی کتاب داستان از دید دانای کل روایت میشه و اون به ما میگه که مثلا زری داره به چی فکر میکنه، ولی اینجا راوی داستان زری شده و ما وایس اوور یا صدای خارج از قاب زری رو میشنویم. ولی چرا انقدر زیادن؟ اونم روی این سکانس های طولانی و آشفته خیلی زیادن. پادکست که نیست. ببین توی اقتباسا باید کار برای مدیوم سینما یا تلویزیون یا پلتفرما دراماتیزه بشن، یعنی باید بیشتر سینمایی باشن. اگه سریال 100 سال تنهایی رو دیده باشین حتما متوجه شدین که چقدر این صدای خارج از قاب هوشمندانه استفاده شده. من بازم تاکید میکنم که فکر میکنم خانم آبیار میخواسته به شدت به متن کتاب وفادار باشه و چیزی رو از قلم نندازه. شما اگه کتاب رو خونده باشین میبینین که تک تک صحبت‌ها و اتفاقات اینجا تقریبا بدون کم و کاست هست. حتی برای اینکه چیزی از قلم نیفته یه بخشایی از فکرایی که زرین در کتاب با خودش داره و دانای کل به ما میگه اینجا مثلا تبدیل شده به دیالوگ بین زری و مهرانگیز. اینم باعث میشه که داستان کند پیش میره و ما با یه ریتم کشدار مواجه هستیم. در مورد بازی‌ها باید بگم که خیلی به نظرم هم چیز معمولی بود. توی ویدیو معرفی سریال در مورد میلاد کیمران گفتم که باید ببینیم آیا نرگس آبیار میتونه تصویر همیشگی که از بازی میلاد کیمران توی ذهن ما شکل گرفته تغییر بده یا نه، که خب نه. میلاد کیمران همون میلاد کیمران همیشگیه. لهجه شیرازی و لنز سبز یا نمیدونم آبی نتونسته خیلی تغییرش بده به نظر من. بهنوش طباطبایی خوب بود نسبتاً، ولی همچنان به نظر من زری کتاب نیست. امیدوارم در قسمت‌های بعدی سریال با وضعیت بهتری مواجه بشیم. لطفاً شما اگر قسمت اول رو دیدین توی کامنت ها بگین که شما چی فکر میکنین در مورد، شما رو راضی کرد یا نه با من هم نظری. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنید که باعث دلگرمی و ادامه کار منه و سابسکرایب کنید که ویدیوی بعدی من رو از دست ندین. تا بعد.